نه برق داریم نه ریکا، لعنت بی این آمریکا. نه آب داریم نه ریکا، لعنت بی این آمریکا. این چیه اینجا؟ چه گنده هم هست. آقای کارگردان به من گفته بود هرچی تو خیابون دیدی سالم صاحب نداره بدا بیار. آقای کارگردان بیا، جایزه پیدا کردم. اختراع بگو. به نظرت این زایات چقدر داره؟ این آهنش یعنی چند کیلو هست؟ میصرفه یا نه؟ آقای کارگردان سنگینه، خیلی سنگینه. این دیگه چیه درست کردین؟ آدم مگه اصلا چیزی رو درست میکنه؟ نون تو دلالیه. یعنی چی تو دلالیه؟ خواهی نه کجا آوردین؟ هیچ بابا، این بیرون افتاده بود همینجوری من برداشتم آوردم. توپه مگه بیرون هرچی دیدی برمیداری میاری؟ آخه شاید چیز مهمی باشه. همون دیگه. آفرین فریبرز، کار خیلی خوبی کردی. روش نوشته تایم ماشین. این ماشین زمانه. ماشین زمان؟ میدونم بابا ماشین زمانه. خب ماکت دیگه، کار که نمیکنه. یعنی چی کار نمیکنه؟ رو مال من عیب علکی نذاره. فریبرز اینو الان توی دیوار آگهی کن، بنویس ماشین زمان سالم 0 کیلومتر بدون خط و خش، شاسیاش هم پلمپ. تو اصلا میدونی ماشین زمان چیه؟ اگه این واقعا کار کنه ما میتونیم داخل زمان توش سفر کنیم. یعنی میتونیم بریم به گذشته؟ آره میتونیم علمو ببریم اونور و دنیا کلی پیشرفت کنه. نه بابا اسکل احمق، میتونی برگردیم عقب و زمین بخریم. علم میخوایم چیکار کنیم؟ ولی من فکر نکنم کار کنه. خب میتونیم تستش کنیم، تستش که ضرر نداره. منطقی بود. اصلا فریبرز که حرف منطقی میزنه عجیبه. خب مسعود بزن 1350. میخوای زیاد نریم عقب؟ چرا؟ نه خب میدونی طبق فیلم هایی که من دیدم داستان اینجوریه که اونایی که در زمان سفر میکنن و خیلی میرن به گذشته ممکنه این ماشین زمانشون خراب بشه و برای همیشه اونجا بمونن. آره مسعود، هیچ کدومشون هم سناریوی جذابی ندارن، همه همینه. حالا ما چیکار کنیم؟ خب بریم به یه سال نزدیکتر که اگرم این خراب شد به مشکلی بر نخوریم. بابا خب بریم همین دهه 50. مشکلم بخوره عیبی نداره که دهه خوبیه. یه ذره خودت دقیق‌تر فکر کن. همه چیزایی که تو این 40 سال دیدی رو بازم باید تجربه کنی ها. ببین چیزه، اصلا سمت عقب نرو، برو یه چند سال جلوتر ببینیم چی میشه آخه. خیلی خب ببین من میزنم 1410 ببینیم کار میکنه یا نه. ارور داد. مسعود چرا فیلترشکنشو واسه کردی؟ آخه کم عقلی روش نوشته مید این ایران. فیلتر چه شکنی؟ مسعود خب همه چی دیگه فیلتره دیگه. گفتم شاید اینم اینجوریه. خب شاید باید یه زمان دیگه ای رو بزنیم، این خیلی نزدیک نمیتونه. بذار من بزنم بابا. 1405 یه سال. آره مسعود میگم فکر کنم این تراول کرده، ما رو انداخت همه ده. خب یه سال دیگه، زیاد تغییر آنچنانی هم نکرده. ما اینجا کار میکنیم، کارگرای خوبی هستیم. مسعود نگاه کن اینا چقدر کارشون سخته، تو یه سال چقدر پیر شدن. بعد نگاه تو رو خدا هنوز این ساختمونه رو تکمیل نکردن. بودو بیایی بره بازار، پاور بانک فول شارژ آوردم، برق آوردم. بودو بیا فقط یه بار گوشی تو 100% شارژ کنی 18 میلیون و 500. اوه برق چقدر گرون شده. پس نون تو برق، ما باید بریم برق تولید کنیم. تو هم که همه چی رو پول میبینی. مردم بدبخت شدن. من مگه بدبختشون کردم؟ به من چه؟ بیاید بریم تو ببینیم چی فرق کرده. مسعود تو دوباره پول خرج کردی. آقای کارگردان سال بعد که شما به چخ میری. برو ببینم بابا، این واسه یه سال نیستش که تو زمان اشتباه زدی. آخر چی زدی تو فریبرز؟ 14-5-0.
خود تو چه گفتی؟ میزنم 1405. آره دیگه 1450. اسکل بی عقل 1405. حالا 2 تا عدد جابجا شده دیگه، مگه چه اتفاقی افتاده؟ 50 سال رفتیم جلو. مسعود دیگه کاریه که شده 50 سال اومدیم جلو دیگه. حالا بیا بریم ببینیم چه خبره. آقای کارگردان نگاه کن اینجا رو زده، فردا میخوان تتلو رو اعدام کنن. هنوز تکلیف بنده خدا رو مشخص نکردن. این همه سال تو زندان بوده یعنی؟ صبر کن ببینم. آقای کارگردان شما 50 سال بعدم نمردی پیر خر. زبونتو گاز بگیر، تازه چلچلیمه. چی و چلچلیمه؟ شما همین الانش پیری ها. فریبرز 50 سال که اومدی جلو همه چیو زدی خراب کردی، بعد حالا به من داری گیر میدی؟ آره من چی جوریم؟ من کجا؟ نگاه کن آخه خسرو کاراتو، 50 سالم که بگذره تو پول نمیدی یه موتور برق بگیری. ای بابا میگم بنزین دیگه نداریم که بری موتور برق رو روشن کنی. من فهمیدم چی شده. چی شده؟ آقای کارگردان یادتونه یه زمانی آب کم بود، میگفتم برید پمپ آب بگیرید. آره بعد ما رفتیم پمپ آب گرفتیم، برق مصرف شد و برق کم شد. اون موقع ما فقط آب نداشتیم، الان هم آب نداریم هم برق. خب چه ربطی به موتور برق داره؟ آفرین. بعد الان میگن اگه میخواید برقتون خوب باشه باید موتور برق بگیرید. بعد همه میرن میگیرن و موتور برق چی میخواد؟ بنزین. از اون ور بنزین هم میشه. آره به چخ میریم اینجوری. فریبرز اون اکسیژن آوردی؟ واو آقای کارگردان ما دیگه اکسیژن هم نداریم. ولی خودمونیم و امسال باید به احمدی نژاد رای میدادیم. اون وعده داده بود که 2 ساعت بیشتر اکسیژن داریم. حالا بدش به من داره اکسیژنم تمام میشه. من سر دیگه درختش بودم، بعد همین الان سرگلشو گرفتم. 40% فقط. مسعود مواظب باش تو رو نگیره ها. ای جونم 2 روز اکسیژن خوب نکشیدم. خود دیگه بسه هوای من پیرمرد داشته باشید بدیدش به من. آقای کارگردان یعنی ببین جون به جونت کنن معتادی، 3 کام حبس میکشی. پس باید دستگاه اکسیژن بگردم پیدا کنم واسه این موقع. من میگم بیاید برگردیم دیگه، داره حالم به هم میخوره از این وضعیت. مسعود میگم حالا تو این 50 سال یه تو بچه‌ای، نوه‌ای، زنی، هیچی 50 سال همینجوری اومدیم جلو. نگاه هر 3 تا پیر شدیم عذب. راست میگی واسه منم سوال شده. آره برید بگردید ببینم. 50 سال اومدیم جلو هیچی به هیچی. اگه به شما یاد ندادن حریم خصوصی رو بعد 50 سال. این کی بود؟ صداش چقدر آشنا بودا. وایسا ببینم اصلا چجوری منو دید. ولش کن بابا، برم بگردم اینم زن و بچه چیزی دارم من یا نه. اصلا وایسا ببینم من چرا باید دنبال زن و بچه‌م بگردم. خب اینجوری که همه چی واسه من اسپایل میشه. نه ولش کن، نمیرم دنبالشون. بذار یه سورپرایزی حداقل تو زندگیم باشه. مسعود بیا بچه تو ببین آخه ببین با کی ازدواج کردی. نه من نمیرم. بیاید بریم بیرون. نه بابا خودش بود. آره بابا آقای کارگردان جفت مادرش بود بچه. آی نگیدا تو نمیخوام بفهمم واقعا. ولی مسعود سلیقت واقعا ریدا. اصلا خودت چی؟ فریبرز خود آینده خودتو ندیدی؟ چرا اتفاقا؟ نه نگو اینم نمیخوام بشنوم. عجیبه ماشین زمان سالم مونده. بیاید سوار شیم برگردیم. ارسلان گنج پیدا کرده. ای بابا آقای کارگردان تا یه نفر پولدار میشه شما فکر میکنی گنج پیدا کرده؟ پس این گداگودو از کجا پول پیدا کرده؟ گدایی دیگه آقای کارگردان، اسمش بده پولش خوبه. اون مگه یه چی دیگه نبود؟ چرا اون هم اسمش بده ولی پولش خوبه. راز پولداری در بیخیالیه. برگردیم دیگه، من نمیخوام اینجا بمونم. اینهاش اومدن خدا رو شکره.
یاشار پس تو اینو درست کرده بودی؟ دستگاه کار میکرده؟ کار کردید باش؟ کجا؟ یه سر رفتیم آینده و اومدیم. نه اون هر سفرش 10 کیلو اورانیوم میخواست. من ازتون شکایت میکنم پدرتون رو در بیارم. گم شو برو ببینیم بابا فلج. ولی آقای کارگردان شما این ادب رو هیچ وقت یاد نمیگیری. پیرم شده بودی همینجوری خرفت. برو گم شو ببینیم بابا تا خوب بودی با اون زن بچه. ولی واسه مسئول از هممون داغونتر بودا. آره راست میگی. ای بابا خب بگی چی بود تو رو خدا؟ عمرم بگیم خودت میفهمی.